خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. نقشه تألیف رمن دوم گفتن ممکن است پیش از سر کردن ستاره وجود داشت. بر رمن یکم نقطه گذاشتم و فکر رمن دوم پیدا شد. در این موضوع در روزنامه هم نوشتم. 1981 31 ینور. درباره کتاب آینده ستاره در تیره شب فکر میکنم. از این پیش قرار شده بود که نه کتاب دومی رمن بلکه رمن دوم را در این موضوع نوشتن لازم است. نوشتن کتاب دوم دوام واقعه های این رمن است. حالان که من میخواهم رمن دوم واقعه ها را از سالهای 1866 سر کرده عرفه جنگ روسیه و بخارا در بر گیرد. سالهای 1860-65 واقعه ها چندان دراماتیکی نیستند. در این وقت سرنوشت احمدی دانش هم چندان روشن نیست. نام شرطی رمن هم به سر آمد. ستاره تابان است. در هر صورت در رمن دوم مفهوم نور، تافتن، ستاره باید باشد. سالهای 1981-84 با تحریر و تصحیح، طبع و نشر و جریان ترجمه رمن ستاره مشغول بودم. به نوشتن رمن دوم به واسطه از آخر سال 1985 شروع نمودم. نوشتن رمن دوم دشوارتر شد و قریب 3 سال طول کشید. سبب اول این بود که وقتی وقوع واقعه های رمن دوم قریب 15 سال بود. 10 سال زیادتر از مدت واقعه های رمن یکم. سبب دوم این بود که واقعه های سیاسی و دیپلماتی و حربی بین روسیه و بخارا نهایت مرکب بود. همه این را در رمن گنجانیدن لازم بود، ولی حجم اثر نباید از رمن اول زیادتر باشد، وگرنه خواندن و هضم نمودن رمن برای خواننده دشوار و دلگیر خواهد شد. برای این کوشش و زحمات زیادی به خرج دادم که رفت واقعه ها پرشدت و مضمون آنها روشن‌تر و کوتاه‌تر و پرگنجایش تصویر گردد. به نظرم به این هدف اساسی خود رسیده توانستم. در روزهای نخستی سال 1987 رمن دوم را با نام نه ستاره ها می ریزند به پایان رسانیدم. در روزنامه نوشتم 8/01 پنجشنبه. دیروز رمن را به آخر رسانیدم. کار هنوز در پیش بسیار است، اما یک کوه کلان از کتف برداشته شد. یک آرامی، رضایت، قناعتمندی وجودی مرا آرامش و آسایش میداد. گویا از گرداب و گردباد واقعه ها، حادثه های خوش و ناخوش، زنازنی و در هم فتادن ها، از آه و ناله رنجوران و جفادیدگان، از محیط رذیل و پرکثافت دربار، از راه های دور و دراز سفرها، از همه چیز بیرون برآمدم. مثل احمدی دانش همه چیز را ترک کرده به یک گوشه آسایش برآمدم. در اول سال 1990 دستنویس رمن را به نشریات نوتأسیس ادیب سپاریدم. در اول سال 1991 رمن از چاپ برآمد. این سال آغاز واقعه های فاجعه انگیز تاجیکستان بود که دکانهای کتاب و مطبوعات را آتش می زدند. در میتینگ و همایش های پرتشنج مقابلان دولت قانونی مردم را گمراه می ساختند. همه ثمره های معنوی دوره شوروی را تحقیر می نمودند. نمی دانم که کتاب نوی من به آرامی به فروش رفت یا به طلب و تاراج سوختار گرفتار گردید. فقط همین را می دانم که تا امروز بسیار کسان از چاپ رمن دوم بیخبرند. خود من توانستم از انبار تاجیک کتاب 10 نسخه رمن را خریده گیرم و دیگر نسخه هایی را به دست آوردن ممکن نشد. رمن را به زبان روسی ایوان اوخانوف نام نویسنده روس ترجمه کرد.
بعد از مقابله و مقایسه ترجمه به اصل، دستنویس را به نشریات سویتسکی پیساتیل سپاریدیم. کرکتور اولی رمان را اوخانوف به دست گرفته مشغول خواندن بود که اتفاق شوروی از هم پاش خورد و تمام ساختارهای بزرگ و خرد آن نیز از بین رفت. نشریات نام برده بی صاحب و چاپ رمن بنده هم در نیمه راه ماند. تا امروز امکان پیدا نشده است که ترجمه روسی رمن نستاره ها می ریزند به طبع رسد. خلاصه سخن این است که در اول سالهای 90 به تحقیق و آموزش و جستجوی‌های علمی و ایجادی زیاده از 30 ساله در احوال و آثار احمدی دانش تمت بالخیر گذاشتم. آنچه در دایره قدرت و توان و دانشم بود به خرج دادم تا سیمای این نماینده بزرگ ملت به عصر ما، به زمان ما نزدیکتر و نورافشان‌تر گردد. احمدی دانش شخص بزرگ تاریخی است که آموزش و تبلیغ وی در دایره زحمات دانشمندان یک نسل تمام نمی شود. امینم که آیندگان علم و فرهنگ ما آثار پرارزش و ارجمند احمدی دانش را همچون افتخار و پرچم تابنده تاریخی معنوی ما باز هم وسیع‌تر، عمیق‌تر و به فایده جامعه ما سودمندتر تحقیق و تبلیغ خواهند کرد.